سلام آقای دکتر، من و خانومم بلد نیستیم بچه دارشیم. اومدیم از شما کمک بگیریم. پیش خوب کسی اومدید. به چه خانم با کمالاتی هم دارید. امشب با خانم بیا خونه ما. من خودم کاملا رایگان به صورت عملی با انواع روش‌های ممکن و غیر ممکن یادت میدم. مرسی دکتر، امشب حتما مزاحمتون میشیم. ایوا اسم آقا. ببخشید داداش، تو همونی نبودی که با خانمت اومدی مطب من بلد نبودید بچه دارشید؟ چی شد؟ با کمک من تونستی؟ اسکل، اون زنم نبود که صیغه ساعتی بود، مکان نداشتم. منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربان